نمیدانم زنها و شوهرها چرا در مقابل همدیگر اینقدر بی‌حوصله شدند. آمار طلاق بی نهایت بالا رفته و به اوجش رسیده. شخص خودم در 24 ساعت 5 بار مسئله طلاق را میشنوم از خواهر و برادر و یک مسئله خیلی فاجعه بار هست. در مقابل همدیگه حوصله داشته باشیم، بخشش داشته باشیم، گذشت داشته باشیم. اگر شوهر میخواه که خانمش کامل باشه، خانم کامل نمی باشه، و اگر خانم میخواه که شوهرش کامل باشه، شوهر کامل پیدا نمیشه. به شوهر میگم که، یعنی به تو شوهر میگم که در مقابل همسرت گذشت داشته باش. او پدر و مادر را، برادر و خواهر را به خاطر تو ترک کرده و در کنار تو آمده. تو هم برش برادر و هم پدر و هم خواهر و هم مادر باش. و خانم به تو میگم که در مقابل شوهرت گذشت داشته باش، زبانت را به کنترل خود داشته باش. تنها قهرمان زندگی تو شوهر خودت هست. مسئله طلاق را عادی نگیرین، چیزی نیست یا لفظی نیست که با او بازی بکنیم. با یک مسئله طلاقی که به پیش میه شما از هم جدا میشن، مشکلات به بار میه، خانواده ها از هم فاصله میگیرن و سرنوشت فرزندایتان به طرف مبهم میره. طلاق اولین راه حل نیست، بلکه آخرین راه حل است. بین در مقابل همدیگه گذشت داشته باشیم تا خوشبخت باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.